بریم با هم دیگه سراغ ویژت‌های المنتوری و سرفصل شماره 5. من وارد صفحه اصلی شدم، ویرایش با المنتور رو زدم و صفحه ویرایش با المنتور برای من باز شده. اینجا تو قسمت ویژت‌هایی که اینجا قرار داره مدیکا ویجتس 1 2 3 4 5 6 7 14 تا ویجت اینجا قرار داره برای قالب ملودیکا که میشه ازش استفاده کرد. من به ترتیب از همینجا میگم. قسمت اول برای هیروتونه که میتونید عکستون رو بذارید حالت گوشی و دسکتاپ. قسمت موزیک پلیر یا پخشنده موزیکتون میتونید اینجا لیست موزیکاتون مثلا بزنید چند تعداد بیاد، بر چه اساسی بیاد، عنوانش رو عوض کنید و کار این تیپی و حتی استایل هم میتونید اینجا تغییر بدید. مورد بعدی قسمت خوانندگان، این هم به همین ترتیب عنوان رو عوض کنید، دسته‌بندیش رو عوض کنید که بر اساس کدوم دسته بیاد قرار بگیره، تعداد و قسمت استایل ها. ویژت بعدی لیست هنرمندان هست، این هم به همین ترتیبه، فقط یه تیکه اضافه دارن، نمایش تب های فیلتر که اینجا با هم دیگه میبینیم که به صورت ایجکسی این فیلتر اینجا قرار گرفته و این قسمت هم استایل اختصاصی میشه اضافه کرد. قسمت پلنه اشتراکی، ما داخل سیستم اشتراکی بشیم بعدن میبینیم که مثلا 5 تا پلن داشته باشیم، اینجا همه رو میتونیم ببینیم و اون ستایی که اینجا میخوایم نشون بده رو اد میکنیم و تو قسمت سیستم اشتراک ما یکیش هم حالت پیشنهادی زدیم که خودش خود به خود میاد وسط قرار میگیره و اینجا هم البته قابل مشاهده است. اینجا میتونید انجام بدید، هم اونجا میتونید انجام بدید، هم اینجا. پس هر دو تا جا باید این پلن پیشنهادی تیکش خورده باشه. و همینطور قسمت استایل که اینجا میشه کاستوم کرد. قسمت پلیلیست هم مثل بقیه ویژتامون هست، این هم برای CTA هست. تا پین هفته هم اینجا میتونید عنوانش رو عوض بکنید، بر چه اساسی قرار بگیره، ترتیبش، تعداد آهنگ و استایل‌های مربوطه. آلبوم‌های محبوب هم به همین شکل میتونید این متن رو عوض کنید، عنوان رو عوض کنید، مرتب سازی بر اساس تاریخ، ترتیب، دسته‌بندی‌های آلبوم و فیلتر و در آخر باز هم استایل. این قسمت هم برای CTA مون هست و گزینه آخر موزیک ویدیو. خب تو این قسمت با یه سری ویژت های دیگه هم داریم مثل تماس با ما درباره ما که این هم توی این صفحه میتونیم با هم دیگه ببینیمشون که به چه شکل هستن. دیگه من اینجا اد نمی کنم. خلاصه ویژت های ما به این شکل قرار گرفتن. یه تنظیمات غالب هم اینجا هست که یه ویژت خیلی کاستوم و غیر قابل استفاده ایه و این هم از ویژت تماس با ما و درباره ما.